بچه ها سلام. آقا امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه ها من یه مدت بود واسه خاطر مشکلاتی که داشتم نمیتونستم ویدیو بذارم. بعد اونایی که از قبل منو سابسکرایب دارم میدونم من یه چنل قبلا داشتم که تقریبا 980 نفر اینا بود که حالا یوتیوب بنش کرد و کاری ندارم واسه خاطر فوشایی که دادم. هرچی اونایی که واقعا ویدیوهای منو دنبال میکردم میدونن ناحقم نمیگفتم. من ضد شاتگان کلا هیتر شاتگان بودم. از این ببین من دیدم دیگه کاری نمیشه کرد، کلا با یه نفر که نمیشه کاری کرد. حداقل باید یه 100,000 نفر من سابسکرایب داشته باشم که بتونم جلوی این همه آدمی که شاتگان میزنم باشم. حالا دیدم نمیشه، بعد محتوای چنلم عوض کردم. بازم میگم پشیمون نیستم. دمتون گرم که تا اینجا با من بودید. عاشق همتونم بچا. از این به بعد کلا محتوای چنلم میره سمت گیم‌های داستانی، اونا آنلاین هم میذارم. بعد از این به بعد میبینمتون دیگه. دمتون